سرنوشت ما عزیزان با افکارمان تغییر میکند. اگر افکار ما به خواسته ها و آرزوهای ما موافق باشند، ما همان کسی میشویم که میخواهیم باشیم. به خاطر آنکه هدف ما، اندیشه ما و سخنرانی ما به مخاطب، یعنی به روبرو، به فرد روبرویمان و به آن نفری که میخواهیم اندیشه ما را انتقال دهیم، اگر زیبا و سفته باشد، آن حتما قبول میگردد. به خاطر آنکه این مهارت را شما داشته باشید و با مخاطبان زیبا صحبت کنید، زیبا حرف زنید و همچنین در جمع، یعنی در میان بسیاری ها زیبا سخن کنید. برایان تریسی یک کتاب فوق‌العاده دارد با نام قدرت بیان. این کتاب را مرکز خرد نشر نمود و این کتاب میتواند که آن همه ترس و هراسی که شما در میان مردم در صحبت کردن می‌هراسید برطرف نماید. این کتاب برای آنهایی است که میخواهند مهارت سخنوری و همچنین نطق زیبا داشته باشند و توانند که افکار و فکر خودشان را برای نفر زیبا انتقال دهند. بسیار منفعت آور است. من باوری کامل دارم که شما از مطالعه این کتاب به این مشکلات خود نقطه میگذارید. با مرکز خرد بمانید تا بهترین ها را بخوانید. ما برای شما بهترین ها را توصیه میدهیم. با ما باشید تا بدرخشید.